تفدیدن غزال عنایت در کنسرت جدیدش و رسوا شدن غزال عنایت نزد علاقمندانش و نقد شدید مردم از حسنای عنایت و تقلید صدا و لباس حسنای عنایت از آریانا سعید. ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. غزال عنایت یک تن از هنرمندان موفق، ناماشنا و چهره دست کشور ماست که نامش در میان هنرمندان افغانستان از شهرت خوبی برخوردار است و بیشتر آهنگهایش سر زبانان جوانان کشور می باشد. غزال عنایت با تلاش‌های فراوانی که انجام داده است، خواسته آهنگ‌های جدید برای علاقمندانش همیشه نشر کند و کنسرت‌های جدید برای علاقمندانش در سرتاسر جهان برگزار کند. جدیداً غزال عنایت در یک کنسرت در شهر تورنتوی کانادا در زمان ورود به تالار غزال عنایت بر روی استیج می‌افتد و توسط محافظین امنیتی غزال عنایت از زمین بلند می‌شود و دوباره به سرودن آهنگ خود ادامه می‌دهد. این همه در حالی است که غزال عنایت همیشه در رقابت با آریانا سعید بوده است و خواسته کنسرت‌هایش از آریانا سعید خوبتر باشد، اما همیشه برعکس شده و غزال عنایت همیشه در تقلید صدا و لباس از آریانا سعید می باشد. در این کنسرت خود هم مانند آریانا سعید لباس بر تن کرده است و به خاطر اینکه بوت‌های خیلی بلند برپا کرده بود به زمین می افتد که این کار غزال عنایت توسط نقد شدید از علاقمندان و طرفدارانش قرار گرفته است. ولی به هر صورت هر هنرمند صدای خاص خود را دارد و علاقمندان خود را. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.